شبی از شبها امام احمد ابن حنبل رحمه الله در یکی از مساجد می آیند. در یک محل و یک منطقه، نقل است از امام احمد ابن حنبل. می آیند در یک مسجد، میخوان شب را در مسجد سپری کنن. خادم مسجد گفت برادر، نمی شناخت امام احمد ابن حنبل، گفت برادر مسجد دروازش بسته میشه، از مسجد بیرون باشو. گفت مسافر هستم، امشب در این منطقه آمدم. گفت نمیدانم. در تاریخ این داستان امام احمد ابن حنبل را چنین بیان می کند که به جای رسید که این موظف مسجد دست و یا پای این امام بزرگوار را گرفت، از مسجد بیرون کشید. گفت بیرون باشو، اجازه نیست داخل مسجد. بیرون شد. بیرون از مسجد یک شخص آسیایی داشت، یا به تعبیر آسیاوان بود. متوجه شد که این مسافر را از مسجد کشیدن و بیرون، و بعداً آمد دست نارا گرفت و بالاخره آورد داخل اون اتاق و حجره‌ای که داشت. و بعد متوجه شدن که این آسیاوان یا این شخصی که نانوایی داشت به همان شغل و وظیفه‌ای که بود، اگر خمیر میکنه استغفر الله میگه، اگر نان میپزه استغفر الله میگه، اگر آرد میکنه استغفر الله میگه. چنان زبان از هیچ از استغفر الله گفتن لک نمیشه و خاموش نمیشه. امام احمد ابن حنبل که عالم بودن، میدانستن اثرات استغفار را. گفتن از تو یک سوال دارم فلانی، چند سال میشه که ورد زبان تو استغفر الله گفتن هست؟ گفت سالها میشه که این ورد زبان من هست. گفتن از این استغفار گفتن چی نتیجه دیدی؟ آیا فایده دیدی؟ این شخص گفت که هر آنچه که از خدا طلب کردم الله برای من داده. الله سبحانه و تعالی از برکت این استغفار هر چه که از خداوند خواستم الله برای من داده. فقط یک آرزویی دارم و از خدا یک طلبی دارم که تا حال به او آرزوی خود نرسیدم. گفت چی آرزو داری که تا به حال همه استغفار هم داری به این آرزوی خود نرسیدی؟ گفت سالهاست وصف احمد ابن حنبل را شنیدم و از خدا خواستم پروردگارا دیدار احمد ابن حنبل را نصیب من بگردان. امام احمد ابن حنبل گفتن این استغفار تو مرا پا و دست مرا کشان کشان می آورد به دروازه حجره تو. این از اثر. گفت من احمد ابن حنبلم که همه برای من احترام دارن، ولی امشب نمیدانم چنان حالتی بر سر من آمد که حتی خادم مسجد مرا نشناخت. این اثرات استغفار هست عزیزان و بزرگواران. این ورد و این وظیفه و این استغفار امروز از خانواده های ما کم شده، از زبان های ما دور شده. ما امروز وقتی میگیم دوچار مشکلات هستیم چون کلید حل مشکل را نمیدانیم. الله به صراحت میگه و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. ادامه آیه ما را متوجه میسازه، اینها که وعده بود. ادامه میفرمایه ما لکم لا ترجون، شما را چی شده که الله را فراموش کردید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا، چی شده شما را که عظمت خدا را فراموش کردید؟ چی شده شما را که از الله طلب مغفرت نمی کنید؟ چی شده شما را که شما دروازه الله را رها کردید و دروازه این و اونی که هیچ ارزش ندارن شما اونها را در میزنید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا، عظمت خدا را فراموش نکنید، بزرگی الله را فراموش نکنید، رحمت الله را فراموش نکنید.